اینجا مزار خواجه خضر شهر سمرقند است. در این آرامگاه در قطار ده‌ها شخصیت معروف شاعر جوانمرگ تاجیک پیرو سلیمانی هم دفن شده است. زندگی کوتاه پیرو پرپیچ و تاب و پر از تضاد سپری شد. گرچند همگی 33 سال عمر دید ولی نام خود را در تاریخ ادبیات تاجیک با حروف زرین ثبت کرد. انا همین مرقدی که همین سنگی که در پس من گذاشته شده است به خاطر پیرو سلیمانی اون کمی دیگر نوتر بود. با ابتکاری و خیرخواهی کمیته صلح در تاجیکستان و با متصدیگی عبدالسلام دهوتی در همین جا همین قبر پیرو آباد کرده شود. پس از سقوط اتحاد شوروی و بسته شدن مرزها میان تاجیکستان و ازبکستان قبر پیرو سلیمانی بینگاه و بین ماند و بلندگار شد. این حالت امینه شراف‌الدین را بی‌طرف گذاشته نمی‌توانست و او با نوشتن چند مراجعتنامه و مقاله و جلب زیاییان سمرقندی به ترمیم آرامگاه پیرو سلیمانی دست یافت. مزار شاعر با دستگیری حکومت ازبکستان بازسازی شد، گرچند امروز نیز بی‌صاحب به نظر می‌رسد. ما سال گذشته ظاهر حسن‌زاده بنده خیلی گل و درخچه های آورده اینجا نشانده، یک کبوتیزار کرده، چند مرتبه نوبتداری تشکیل کردیم، بین هم 3-4 نفر آمده آب ریخته نگاه میکردیم و خیلی یک در حالت خوب آمده بود. اما امروز آمده دیدم و خیلی رنجور شدم که با وجود همین قبر بی‌قدر است. تعمیر آرامگاه پیرو سلیمانی یکی از کارهای فرهنگی امینه شراف‌الدین است. او قریب 40 سال عمر خود را در حفظ زبان و ادبیات و فرهنگ تاجیک در ازبکستان سپری کرده است. امروز این بانوی متین اراده را به حیث فعال مدنی، آموزگار پرتجربه، عالم زبانشناس، پوبلیسیست حقگو و از همه مهم پشتیبان زبان تاجیکی در ازبکستان میشناسند. یک فردی از جهت چگیم فرهنگی فعال و دلسوز برای نگهداری حفظی هم مکتب های تاجیکی، تعلیمشان به زبان تاجیکی بود و هم برای حفظ زبان و فرهنگ ما تلاش های زیادی کردند. در سالهای اولی 90 وقتی که من به سمرقند کوچیده آمدم، اعضای یک گروهی بودند که این گروه با حفظ حقوق بشر وابسته به حفظ حقوق بشر بود و سازمان هایی که با حفظ حقوق بشر در جمهوری ازبکستان عمل میکردند. در همه وقتی که همین آپا رو میبینم این که به یگان تشویش و به یگان و نمیگردن. دویما یگان مسئله درباره یا زبان یا مسئله درباره مکتب یا درباره هیکل و دیگر چیز، اینکه فقط همین جان و دل خود رو وای کرده، فدا کرده میدوند، میگیریند، گپای پست و بلند میشنوند، لیکن دل خود رو برای همیشه تا آخر کوچ و غیرت خود را صرف میکنند. امینه شراف‌الدین و سال 1984 فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشکده دولتی آموزگاری شهر سمرقند را ختم کرده است. 4 سال در مکتب‌های تاجیکی شهر سمرقند آموزگاری زبان و ادبیات بود. از سال 1988 تا سال 1998 مشاور شعبه معارف ناحیه سمرقند و بعداً تا به نفقه برآمدن به حیث استاد دانشکده بازآموزی معلمان ولایت سمرقند ایفای وظیفه کرده است. در آخر سالهای 80 به گروه زیاییان پیوست که در سمرقند برای بلند برداشتن موقع زبان تاجیکی و حفظ حقوق تاجیکان ازبکستان تلاش می‌کردند. او یکی از فعالان و مبارزان این گروه بود. سالهای 80 وقتی که ما در سمرقند برای رشد و نموی زبان و ادبیات تاجیک یک محفل آراسته بودیم با نام سایقل.
و این محفل اول در نزد دانشگاه دولتی سمرقند در نزد فاکولته فیلولوژی تاجیک عمل میکرد. ثانی‌تر واسه شد در نزد شعبه سمرقندی اتحاد نویسندگان ازبکستان و در همانجا امینه هم آمد، در آنجا از این صحبت ها بهره‌مند شد. من بعد در زمینه همین محفل ما یک جمعیت تاجیکان سمرقند به وجود آمد که در آنجا برای احیا نمودن فرهنگ، زبان، ادبیات و نگاه داشتن عموما موقع زبان ادبیات تاجیک در سمرقند خدمت‌های شایسته کردیم. بعد ما به خلاصه اومدیم که یک مرکز فرهنگی تأسیس کنیم و انمی مرکزی ما پیش از مرکزی فرهنگی رو تأسیس کردن اتحادیه مدنی اجتماعی تاجیکان سمرقند رو تأسیس کردیم. امینه شرف‌الدینова این همون سالهای به نام پرسترویکای گورباچوفی جنبش ملی مدنی تاجیکو شروع شدگی بود. همه سالهای 92 93 هم سال بوده اوجش بود. انا همون به امینه شرف‌الدینova یکی از فعالا بود. زنی بسیار جسور، خودشناس، همه مهمش این که خلقش ملتش میشناسد. این شرفی بزرگ است برای مردم سمرقند اگر خودش شناسد و ملتش شناسد. تلاش‌های مرکز فرهنگی تاجیکان در سمرقند به آن روانه شده بود که تاجیکان ازبکستان حقوق تحصیل در مکتب‌های تاجیکی را داشته باشند. چون امینه شراف‌الدینova آموزگار بود، بیشتر برای حفظ مکتب‌های تاجیکی و بهتر کردن سطح و صفت تعلیم در آنها تلاش می‌کرد. و خیلی فعالانه کار می‌کردیم، اینقدر کار می‌کردیم. همین مقداری مکتب‌ها از 59 تا در مدت کوتاه در ولایت سمرقند به 85 تا رسید. این یک نشانداده بود تاجیکان رو روح بلند میکرد. روزنامه‌های ولایتی ناحیوی خیلی طلب ها رو پیش میگذاشتیم. روزنامه ها باز شدن، در همین تلویزیون بخشای تاجیکی تنها در همین خود ولایت سمرقند در دو تلویزیون، یکی تلویزیون خصوصی بود یکی تلویزیون دولتی، در هر دویش بخشای تاجیکی به فعالیت پرداختند. در رادیو جمهوری اینقدر کارها پیش رفتن که مردم روی بلند می شدن. متاسفانه امروز از همون 85 مکتب ولایت امروز همگی 32 تا باقی مونده است. ولی تلاش‌های مرکز فرهنگی تاجیکان دیر دوام نکرد و از جانب مقامداران کشور به زودی سرکوب شد. سالهای 90 با سرد شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان مکتب‌های تاجیکی یکی پس دیگری بسته شدند. و نمیدونم آخر یا تاجیک بدبینی بود یا احتیاطکاری بود. همین مقاله های تاجیک استیزانه آیسته پیدا شدن. این چیزها نبود. همون سالها، همین تا پایان سالهای 90 خیلی مقاله ها پیدا شدن. یکی از مقاله ها هیچ از خاطرم نمیبراید، قانون بالمسلک یا منس مسلک میگفته و ما در حیرت شدیم. بعد از مطالعه این مقاله این به تاجیکی این خیلی صدا میدهد، این از ندانستن قانون یا پسند نکردن اون، اعتراف نکردن اون، همین خیلی صدا میدهد تاجیکیش. چرا این خیلی مقاله نوشته شد؟ اون سالها در همه جا شعار و آویزه ها به زبان تاجیکی نوشته می شدن. امینه شرف‌الدینova قابل مقایسه برای خودش ندارد. ارامیخ زن است این امینه شرف‌الدینova. همون سال من این جنبش به یکی از رهبراش بدم. همراه کار کردگی من اینجا شادروان حیات نعمت بود رئیس
مرکز ملی فرهنگی تاجیکان سمرقند. من رئیس پرولینش من بودم. انا منجا چند نفر زیایی ها بودم. ما آنچه کار کردگی بودیم بیشتر دنیا همانا با کار میکردگی همین امینه شرف الدین بود. جانسزانه فدایی بود و شهرتش هم میان مردم سمرقند خیلی افسردگی بود. تا حالیه مثلا من حیات نعمت رحمتی شد و گذشته رفت، دیگر رو خاموش شده موندگی. من خاموش کرده موندم. من مثلا دهنگ شده نمیتونم. من اینجا گفته همیشه اینجا گفته نمیتونم و گفتن شرطم نیوید. اما هم جوش خورش امینه شرف الدین و باقی است. ما خاموش باشیم مگر این برجش خورش. با وجود همه این، امینه شرف الدین و به کارهای فرهنگی خویش ادامه داد تا به نفقه برآمدن آموزگاران فنهای زبان و ادبیات تاجیک را از سراسر ازبکستان در دانشکده تکمیل اختصاص درس داد. برای خوانندگان صنف هفتم مکتب‌های تعلیمشان به زبان تاجیکی کتاب درسی تألیف کرد و تا امروز مقاله و کتاب‌ها می‌نویسد. معلمه خیلی یک شخصی نوآور هستم. از اون زمانی که مثلا من میشناسم، یک از تشکیل کننده بسیار آزمون ها، یک از طرحریزی برنامه زبان و ادبیات تاجیک، برنامه تعلیمی هستند. بسیار محفل ها با شرافت این کس تشکیل کرده می شد. امینه شرف الدین و همچنین پشتیبان ارزش‌های فرهنگی تاجیکی در سمرقند است. آخرین کار بزرگ او پیدا کردن هیکل پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی از یک پرتوگاه است. این مجسمه در نوروز سال 1996 با تلاش زیایان سمرقندی و دستگیری شهردار دوشنبه مقصود اکراموف در میدان ریگستان قامت راست کرده بود، ولی دیر نگذشته مقامداران کشور با دلیل تعمیر میدان ریگستان هیکل را از جایش گرفتند. همین طور تقدیر این مجسمه 13 سال نامعلوم بود. غویه در سمرقند گذاشته شدن تندیس رودکی سالهای فعالیت مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند پیدا شده است و یکی از تشبسکاران گذاشته شدن این هیکل حاجی وفا اشانیان می باشد. بر عوض پولی مبلغ مردم همین هیکل قد راست کرد. اون هیکل پیشینه در ریگستان قد راست کرده بود. از 3 تن برنز عبارت بود و این برنز رو حکومت شهر دوشنبه با رهبری مقصود اکراموف ما تحفه گرفته بودیم و اون نفری که شهریار مختارف که ساخت همون هیکل پیشینه رو و همین خیلی هدیه کرد مهنتش رو، کارش رو به سمرقندیان. سال 2022 امینه شرف الدین و با روزنامه‌نگار سمرقندی ظاهر حسن زاده این مجسمه را در حالت شکسته از یک پرتوگاه پیدا کرده مقاله نوشتند که آن در تاجیکستان و ازبکستان واکنش‌های زیادی را به بار آورد. خود همان سال حکومت ازبکستان در خیابانی به نام ابو عبدالله رودکی هیکل نوی صاحبکران شاعران را گذاشت. با رئیس جمهوری امروزمون مراجعت ها کردیم، مراجعت های رسمی. در ابتدا 4 نفر، بعد از اون بیش از 90 نفر. بعد از همین ما دیدیم که برای گذاشتن یک تندیس نو در سمرقند، این که در پس من ایستاده است، کوشش کرده شد. متاسفانه همون هیکل پیشینه نیو ما نمیدونیم برای چی این هیکل گذاشته شد اینجا. کوچه به نام ابو عبدالله رودکی است. تلاش‌ها و مبارزه‌ها برای فرهنگ تاجیکان در ازبکستان برای امینه شرف الدین و بی پاسخ نبودند. او میگوید که همیشه زیر فشار بود و تا امروز راه‌هایش بسته است و نه تنها راه خودش بلکه راه فرزندانش نیز. در آمدی گپ گویم که منم 3 فرزندی اهل صالح و اصیل تربیت کردم.
شکر خداوند اله خدا زیاد نبیند. منم خیلی امکانیت ها داشتم و دارم، لیکن از اون امکانیت هایی که امروز دارم من میدونم که واسه استفاده کردن نمیتوانم، اما اون زمان میتوانستم که فرزندهایم رو آخر در همین دانشگاه های عالی خودمو خانوندم من 2 نفرشون رو در همین کارهایی که اینا خیلی میخواستن، در همون کارهای دولتی اینها رو جای کنونم من میتوانستم، اما نشد همین کارها. از بس که مادرشان در خط سیاه است، فرزندهای پیش روی فرزندهای من همه بسته بود. یک نفر همینو نگفت که بس نمیکنی همین کارت رو، تو اینقدر به ما ضرر آورده ایستاده ای، تو بس نمیکنی؟ نگفتم اینو، نه برادرهم، دادرهم، نه خواهر، پدرم، مادرم، نه شوهر و پسرانم این گپ رو نگفتن. مشکل متاسفانه اینجا هست که در فرهنگ یک 20-30 سال اخیر تاجیکان این است که ما پشت فعالان خودمون نمیستیم. در عین گرمی فولاد که باید کوبید و شکل داد رها میکنیم و تنها میگذاریم. ما اگر امروز امینه شراف‌الدین رو میبینیم که در بسیاری مواقع در بسیاری موارد تنها هست و تنهایی میدود و تنهایی تلاش میکند، این به آن دلیل است که بقیه روشنفکران هم در جاهای دیگه به تنهایی فعالیت میکنند. ای کاش به آن روز ما رسیم که همه این روشنفکرها با همدیگر کنار همدیگر صحبت کنند. لیکن باور کنید من امروز نمیدونم، اگرچه من با دادستانی هم کشیده شدم اون سالها، من سود هم شدم، حکم 5 سال از آزادی محروم شدن رو هم گرفتم. من خیلی سرنوشت های چی دارم، یا اینکه من تا امروز من حالا خیلی قوت دارم، انرژی دارم، نیرو دارم که با چی آموزگاران اهل انمی معرفت، چی جوانان کار کنم. من اینقدر چیزها دارم که میتوانم به اونو دیم و از من این کشور، این ملت، این انمی نسل امروزه خیلی چیزها رو میتواند گیرد. من با باوری میگویم این به من چی نشود، لیکن راههای من بسته، همه راههای من بسته. من تا این دم رساله خودم رو که بابت انمین آثار گرانبهای عینی، زبان آثار عینی کار کردم، من در همین حدود کشورم نمیتوانم دفاع کنم. من در یگان مؤسسه تعلیمی همین کشور خودم نمیتوانم فعالیت کنم. حتی باور کنید تا امروز همین یگان معرکه های سیاسی می شود یا فرهنگی می شود و مهمان های خارجه و مهمان های بلند مرتبه جمهوری می بیایند سمرقند، من 1 روز 2 روز تحت نظارت گرفته می شوم. تا امروز امینه شراف‌الدین را با تاجیکستان رابطه دیرین دارد. تقایش ادبیاتشناس معروف تاجیک همراه شادیقولوف او را با اهل فرهنگ و ادب تاجیک آشنا کرد و از سالهای 80 به این جانب تاجیکستان برای امینه شراف‌الدین و وطن دوم شده است. او میگوید که از تاجیکستان به ازبکستان در هر سفرش کتاب میبرد. من خودم رو در همین تاجیکستان بسانی ماهی میبینم، نمیدونم ماهی به آب زندگی کرده نمیتواند. من یگان کشور دنیا رو هوس نکردم که بینم، اگرچه مردم امروز خیلی به کشورهای اروپا می روند و عزم دارند و دیگر کشورها. من تنها میخواهم دیدن کنم از کشور ایران و میخواهم فقط بیایم تاجیکستان. حتی نمیدونم برای چی همین فکری آمدن به تاجیکستان، حتی وقتی که من بسیار بیماری های شدید و جدی رو از سرم گذراندم، نمیدونم برای چی فکر میکردم که
در دلم هم خیلی چی کردم که من تنها در همین تاجیکستان طبابت می‌یابم و 4 مرتبه من در همین طبابتگاهی تاجیکستان دوشنبه اومده در حقیقت طبابت یافتم. فعلا امینه شراف‌الدین و رساله علمی خویش را به انجام رسانیده در یکی از دانشگاه تاجیکستان دفاع کرده نیست. راه‌ها باز شدن، آفرینشان همین دو ابرمرد رو، دو سیاستمدار رو امروز که یکی محترم امام علی رحمان زمان گفتند که من به شمایان صلح می آورم و به مردم کشور صلح آوردن، در حقیقت در گپ خود ایستادند. نفر دیگر یعنی شوکت میرزیویف گفتند که ما پولهای پس سرمون رو سوزاندیم، دیگر به قفا نگاه نمی کنیم، فقط به پیش می رویم و من همین میخوام توقی سرم رو گیرم و نزد همینو تعظیم کنم که بهترین کار رو کردن. یعنی برای ما امکان دادن که ما تشنه جان ها، تشنه زبان ها، تشنه فرهنگ ها باز با هم آییم. امینه شراف‌الدین را فعلا گردآفرید فرهنگی می‌شمارند و خدمت‌هایش را برای تاجیکیان ازبکستان در پایه معارف پروران آغاز عصر 20 می‌گذارند. اکنون اگر بینیم که همین در برای پیشرفتی ملت معارف پروران در اول عصر 20 بسیار زحمت‌ها کشیدند. اگر کارهای آنها را مکتب‌های نو کشیدند، کتاب‌های نو نوشتند، اگر کارهای آنها را گوییم که کی امروز ادامه می‌دهد، پیش از همه امینه شراف‌الدین را گفته می‌توانیم. گفتم ممکن است گردآفریدی فرهنگی زبان ما گفته می‌توانیم در مورد امینه شراف‌الدین. ما صحبت بود همین امروز بین چند نفر از روشنفکران سمرقند اینجا که ما برای چی تا حال و در عین حال به نام فرزانه خوجندی جایزه ادبی نداریم، برای چی ما به نام گل رخسار جایزه ادبی شعر نداریم، در حالی که این دو زن فعالیت هایی که کردن که زن تاجیک رو صدایش رو بلند کنن نداشتیم و ما باید این کار رو انجام بدیم. ما تا زمانی که جایزه ادبی به نام فرزانه و گل رخسار در تاجیکستان نداریم، در سمرقند هم به نام امینه شراف‌الدین و جایزه هر اجتماعی یا مدنی یا بگذاریم علمی اعلام کردن نمیتوانیم. امینه شراف‌الدین و 10 سپتامبر سال روان 60 سالگی مولودش را تجلیل می‌کند. میگوید که از تلاش‌های خود دست نمی‌کشد و تا زمان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در ازبکستان ادامه خواهد داد. ما در وطن خودمون کو در همین وطن تاریخی اجدادی خودمون زندگی میکنیم، همین وطن رو، همین زمین رو آخه ما آباد کردیم. آخه چرا ما حقوق نداریم؟ ما از کیم کجا اومده دیاسپورا نیستیم کو نمیدونیم که چی کار کنیم. انا همینجا ما با یک خلاصه اومدیم، باور کنید تو ما باید موفق شویم با یک چیز. تلویزیون تاجیکی هم باز نمیکنن، خط پیشینه خودمون رو، اجدادیمون رو، خط فارسی رو هم برقرار نمیکنن. هزاران بار اینا گفتیم از هر گونه منبرها باز نمیشود امکانیت به اینها. یا اینکه تئاتر تاجیکی نداریم، ما تو به یک نتیجه نرسیم، موفق نشویم، این چیزها یگان تاش عملی نخواهد شد. یعنی تا در ازبکستان زبان تاجیکی به رسمیت شناخته نشود، یگان کار به عمل نمی بیاید. تو زابه سمرقند زبانت شیرین از قند، و پیر و برنا دلبند امینه جان امینه، زیباترین دلبری دلی ما رو میبری، تازه ترین گوهری امینه جان امینه، بانوی بی آزاری عقل رسا داری، در زندگی هوشیاری امینه جان امینه.